درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. در خدمتتون هستم امروز با پارت دوم از موتیف زیبای توت وحشی. با من همراه باشید امروز برای دیدن قسمت پایانی این موتیف زیبا. ممنون از همراهی همه شما عزیزان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه موتیف زیبا رو ببافیم. برای شروع رج 13 کارمون رو از روی این قسمت پای ذرتی ها 1 2 3 4 روی پای ذرتی چهارم کارم رو شروع میکنم به صورت برجسته از رو میام نخم رو اینجا وصل میکنم و 1 2 3 تا زنجیر میزنم به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیر برای فاصله و دوباره همینجا میام یک پایه بلند دیگه میبافم. این شد گوشه بافتمون. 3 زنجیره، یک زنجیره برای فاصله، یک پایه بلند و در ادامه حالا میام توی فضای زنجیره ایم یک پایه بلند، دور پای ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، تو فضای زنجیره ایش یک پایه بلند، دور ذرتیم یک پایه بلند برجسته از رو و این رو تکرارش میکنم. یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو، دور ذرتی. حالا به این فضا که رسیدم دوباره یک پایه بلند ساده اینجا میبافم، دور پایه برجستم رو میگیرم و به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و در ادامه این پایه اول رها میشه. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 2 3 و 4. دور پایه برجستم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، توی فضای قبل از ذرتی یک پایه بلند، دور ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، توی فضای زنجیرش یک پایه بلند، دور ذرتی یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو به این شکل. و در ادامه بافتم توی فضای قبل از پای بلند برجستم یک بلند ساده می بافم، دور پای بلند برجسته از رو حالا یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. پایه اول رها میشه، از پایه بعدی 4 تا پایه متوسط می بافم. 1 2 3 و 4. دور پایه بلند برجسته از روی رج قبل یک پایه بلند برجسته از رو، تو فضای قبل از ذرتی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، دور ذرتی اون رو تکرار میکنم. یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو، تو فضای بعدی یک پایه بلند. ببینید 1 2 3 4. حالا رسیدم به پایه ذرتی چهارم. دور پایه ذرتی چهارم که میشه گوشه بافتم یک پایه بلند، یک زنجیره و همونجا یک پایه بلند میبافم و در ادامه توی فضای زنجیره یک پایه بلند، اون رو دیگه باید تکرار کنم. دور پایه ذرتیم یک بلند برجسته از رو، توی فضا یک پایه بلند، دور ذرتی یک بلند برجسته از رو، توی فضا یک پایه بلند، دور ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، توی فضای بعدی یک پایه بلند، دور پایه برجسته رج قبلم یک بلند برجسته از رو و حالا به این قسمت که رسیدم یک پایه اولش رها میشه، از روی پایه بعدی 4 تا متوسط. 1 2 3 و 4. دور پایه برجستم یک بلند برجسته از رو، توی فضا یک پایه بلند و این بافت رو دیگه این قسمت تکرار میکنیم درست مثل اون چیزی که تا الان بافتیم. یعنی یک پایه بلند برجسته از رو، یک بلند، یک برجسته از رو، یک پایه بلند، یک برجسته از رو، یک پایه بلند، یک برجسته از رو، 4 تا متوسط
و به همین ترتیب بافتمون رو تکرار میکنیم. برای شروع رج 14 من با رنگ زرشکی از قسمت گوشه بافتمون این فضای یک زنجیره‌ای که روی پای ذرتی بافتیم قلابمون رو وارد میکنیم و نخ میگیریم و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همینجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند توی همین فضا، 1 و 2. این میشه گوشه بافتم. حالا میام روی دور همین پایه برجستم یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. روی پایه بلندم یک پایه بلند ساده، دور پایه برجستم یک پایه متوسط، دور پایه های برجسته تا این قسمت هر کدوم یک متوسط برجسته از رو، روی پایه بلندم یک پایه بلند ساده. روی بعدی یک پایه بلند، دور پایه برجستم یک متوسط برجسته از رو، روی پایه بلندم یک پایه بلند، دور برجستم یک متوسط برجسته از رو، روی پایه بلند یک پایه بلند میبافم و روی پایه بعدی یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. این پایه رو نبافته رها میکنم و از روی پایه بعدیش 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. روی پایه برجستم یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو. بعد اجازه بدید این پایه هایی که اینجا هستن و همه رو یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. ساده، یکیش ساده، روی اونی که برجسته است هم یک پایه متوسط به این شکل. یک متوسط ساده، یک متوسط برجسته از رو، یک پایه متوسط ساده، یک متوسط برجسته از رو به این شکل و بعدی هم یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم. متوسط ساده، بعدی یک متوسط برجسته از رو. پس از این قسمت تا این قسمت روی پایه های ساده یک پایه بلند متوسط ساده، روی پایه های برجسته یک متوسط برجسته از رو و در ادامه بافتم پایه اول رها میشه، از روی پایه بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. دور پایه برجستم یک متوسط برجسته از رو و تکرار بافت هستش. این قسمت که اینجا بافتیم این ور تکرار میکنیم. روی پایه بلندم یک پایه بلند، روی پایه برجسته یک متوسط برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند، روی برجسته یک متوسط برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند و اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. به این صورت این الان گوشه بافت من هست. روی پایه برجستش یک پایه متوسط برجسته از رو، توی فضای زنجیره‌ایش 2 تا پایه بلند، یک زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم به این شکل و بافت رو دیگه به قرینه باید تکرار کنم. دور پایه متوسط دور پایه برجستش یک پایه متوسط برجسته از رو، روی پایه بلندش یک پایه بلند، بعدی یک متوسط برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند، یک متوسط برجسته از رو، یک پایه بلند، یک متوسط برجسته از رو، یک پایه بلند، دور برجسته
یک متوسط برجسته از رو. به این صورت بافتم. حالا پایه اول رو نبافته رها میکنم. 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دور پایه بعدی یک متوسط برجسته از رو. این قسمت رو گفتیم همشون رو متوسط باید ببافیم. یک متوسط ساده، یک متوسط برجسته از رو. به همین شکل اون رو تکرارش میکنیم و در ادامه بافت دور تا دور کارمون روی زل هامون. به این شکل پایه اول رها میشه. روی 3 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دور پایه بعدی یک متوسط، دور پایه بعد یک بلند. به همین شکل دیگه بافت رو ادامه میدم. به این شکل دور تا دور کار اون رو کاملش میکنم. برای شروع رج 15 با رنگ سفید کارمون رو ادامه میدیم. از درون فضای زنجیره گوشه میام نخم رو وصل میکنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره هم میزنم برای فاصله و همینجا میام یه دونه پایه بلند میبافم. میشه گوشه بافتم. در ادامه میام روی پایه بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. روی پایه بعد یک پایه بلند ساده. توی این رج تا به این قسمت که برسم روی پایه های برجسته هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و روی پایه های ساده یک پایه بلند میبافم. به این شکل بعدی یک بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند ساده، بعدی یک بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند ساده، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک بلند ساده و در نهایت یک پایه بلند برجسته از رو. به این شکل می بافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند ساده بافتم. خب در ادامه بافتمون روی این 3 تا پایه بلند که رسیدم پایه اولش رو رها میکنم. این پایه رها میشه. روی پایه بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، یعنی 2 تا پایه بلند بافتم. دوباره تکرار میکنم. روی پایه برجستم یک بلند برجسته از رو، روی پایه‌ام یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو و یک پایه بلند. دقت کنیم جا نندازیم. یک پایه بلند برجسته از رو و یک پایه بلند. ادامه میدم اون رو. یک پایه برجسته از رو، بلند برجسته از رو و بعدی یک پایه بلند. ادامه میدم. به این شکل دوباره به 3 تا پایه بلند هامون که رسیدم پایه بعدیش رو رها میکنم. از روی پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافم. پایه بعد یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو و یک پایه بلند. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافم که دیگه الان اینجا گوشه بافتم هست. حالا میام توی فضای زنجیره ایم یک پایه بلند یک زنجیره و همونجا یک پایه بلند گوشه بافتم. از روی پایه بعدی شروع می کنم. یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی
یک پایه بلند و این روش رو دیگه ادامه میدم دور تا دور بافتم. یه تیکش رو بگیرم که گوشه بافت رو قشنگ ببینید چجوری شد. به همین شکل هر 4 طرف 4 ضلع بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید این میشه گوشه بافتم به این شکل. دور تا دور اون رو کاملش کنیم. خب برای شروع رج 16 هممون با رنگ سبز کمرنگتر کارمون رو از فضای زنجیره‌ای گوشه دوباره شروع میکنم. نخم رو وصل میکنم 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند میبافم و همونجا یک پایه بلند دیگه. 2 تا زنجیره میزنم توی همون فضا، 2 تا پایه بلند. این بافت گوشه کارم هست به این شکل. در ادامه این پایه رو دیگه رها میکنم، میام از روی پایه برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، روی پایش یک پایه ساده. توی این رج روی همه پایه ها اونایی که برجسته هستن برجسته از رو بافته میشه و روی پایه های ساده هر کدوم یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به اون 2 تا پایه بلندی که داشتیم. خب پس این رو ادامه میدیم به این صورت. به این شکل یک پایه بلند برجسته از روی 2 تا پایه بلند که رسیدیم یک پایه بلندش رو رها میکنم، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند ساده میبافم و پایه بعد یک بلند برجسته از رو. ببینید از این پایه های ساده ای که اینجا بافته بودیم دیگه پایه همین یه دونه مونده که اونم توی بافت رفت به این شکل و به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم. روی پایه های ساده یک پایه بلند، روی برجسته ها یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافیم و این روش بافت رو ادامه میدیم تا به 2 تا پایه بلند ها برسیم به این شکل. به 2 تا پایه بلند هامون هم که رسیدیم یک پایه رها میشه، درون پایه بعدی یک پایه بلند و این بافت رو ادامه دیگه میدم تا به گوشه بافتم برسم. به این شکل من رج رو ادامه دادم. به انتهای ضلعم که رسیدم پایه بلند برجسته از رو بافتم، دیگه به این پایه کار ندارم. میام توی فضای زنجیره ایم 2 تا پایه بلند 2 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند میبافم و بافت رو تکرار میکنم. این پایه دیگه رها میشه، از روی پایه بعدی میام یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو و دیگه به همین شکل من بافتم رو کامل میکنم. ببینید این میشه شکل گوشه بافتمون. ادامه میدیم بافت رو به این 2 تا پایه بلند تا که رسیدیم یک پایه رها میشه، روی پایه بعد بافت میزنیم. به همین ترتیب رجمون رو کامل کنیم. برای شروع رج 17 هم با رنگ زردم که رنگ شماره 1 بودش کارم رو شروع میکنم. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط و همونجا یک پایه متوسط دیگه. 2 تا زنجیره میزنم توی همون فضای گوشه، 2 تا پایه متوسط میبافم به این شکل و در ادامه از روی اولین پایم میام 2 تا پایه متوسط میبافم، 1 و 2. پایه بعدی پایه بلند برجسته از رو هستش. میخوام دور این پایه رو پایه پفی ببافم به این شکل که با 3 بار نخ گرفتن، 1 2 به صورت برجسته از رو و توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. یک پایه پفی بافتم، روی پایه بعدی یک پایه متوسط، روی پایه برجسته با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. توی 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم، روی پایه بعد
یک پایه بلند ساده میبافم. این روش بافت رو دیگه باید تکرار کنیم. 1 2 3 با 3 بار نخ گرفتن یک پفی تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم به این شکل. خب این بافت پایه پفیام رو ادامه میدم به همین ترتیب تا به گوشه بافتم برسم. به این شکل من این رج رو، این ضلعش رو به انتها رسوندم و در پایان رج 2 تا پایه برام میمونه که روی اینها هر کدوم 2 تا پایه متوسط میبافم. توی فضای زنجیره گوشه 2 تا پایه متوسط، 2 تا زنجیره همونجا 2 تا پایه متوسط میبافم. در ادامه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط و از روی پایه برجسته‌ام شروع میکنم روش با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. تو 2 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. روی پایه بعدش یک متوسط و این رو تکرارش میکنم به این شکل. دور تا دور کارمون بافتمون رو کامل کنیم. برای شروع رج 18 از و رج پایانیمون از گوشه بافتمون نخمون رو وصل میکنیم. یک زنجیره میزنم. این زنجیره جزء بافت محسوب نمیشه. همونجا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. میام دور پایه بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی یک پایه کوتاه، قبلی به صورت برجسته از رو بود و این یکی به صورت کوتاه میبافم. بعدی یک کوتاه برجسته از رو، پایه بعد یک پایه کوتاه. دور پایه پفیامون یه دونه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافیم و دیگه این روش بافت رو ادامه میدیم. روی پفیا یک کوتاه برجسته از رو، روی پای ساده هامون یک کوتاه ساده. به این صورت اون رو میبافیم تا به قسمت گوشه بافتمون برسیم. اون رو تکرار کنیم. به این صورت به قسمت گوشه بافتم که دارم میرسم روی پایه های متوسط هم ابتدا اولش یک کوتاه، بعدی یک کوتاه برجسته از رو، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو و به فضای زنجیره گوشه که رسیدم بافت 3 تا پایه کوتاه رو تکرار میکنم. 1 2 3 پایه بعدی یک کوتاه برجسته از رو، بعدی یک کوتاه، بعدی یک کوتاه برجسته از رو، بعدی یک کوتاه دور پفی، یک برجسته از رو و به همین روش بافت رو تکرار میکنیم. دور تا دور کارمون، دور همه زل هامون رو، این پایه هامون این بافت رو تکرار میکنیم. امیدوارم که از بافت این موتیف زیبا هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. ببافید و از بافت این کار زیبا لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.